اگر میخوایی که همچین آیپد ویوی داشته باشی و حتی اسکوپ هم آیپد بشه، پس این ویدیو رو ببین. سلام به دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین دوستا. و امروز آمدیم که آموزش آیپد ویو رو به شما بانم که در مپ‌های رنگل و کلاسیک و حتی تی دی ام برای شما فعال کنم. خب دوستای عزیز، من زیاد وقتتان نمیگیرم و هر چیز زودتر به شما این آموزش را به شما میمانم که شما یاد بگیرید. دوستای عزیز، ما دوستای عزیز در این برنامه ما فقط دو تا برنامه کار داریم و ما میریم در بخش فروشگاه. دوستای عزیز، فروشگاه را ما انتخاب میکنیم و 90 fps ما دانلود میکنیم. اینجا نوشته میکنیم که 90 fps 90 fps 90 fps. دوستای عزیز، این برنامه را اول دانلودش میکنین و این برنامه را که دانلودش کردین، این برنامه که دانلود کردین میایم باز یک برنامه دیگه هم هست که او را باید دانلودش کنیم که حالا ما به شما میگم. میمونیم که یک چند فیصد پیش بره. خب دوستای عزیز، ما دیگه کاری نداریم و تا این دانلود میشه ما میریم که یک برنامه دیگه است به نام شیزوکو. دوستای عزیز، ما میریم شیزوکو رو هم نصب میکنیم و بعد دوباره برمیگردیم. این برنامه رو دوستای عزیز نصبش میکنیم به خاطر که کمک کنه که ما آیپد ویو را فعال کنیم و این آیپد ویو که ما فعال میکنیم بسیار عالی است و خیلی خوب است. دوستای عزیز، این رو میمونیم نصب شما. دوستای عزیز، این رو که نصب کردیم میریم در بخش اول برنامه بخش شیزوکو رو باز میکنیم و همچنان که میبینید اینجا نوشته است که در حال اجرا نمی باشد و این ما باید در حال اجرا کنیم. دوستای عزیز، من در این بخش او صفحه کلید میزنید در شما این رقم یک چیز باز میشه و ما باید در اینجا اشکال زده یو اس بی رو فعال کنیم و که ما فعال است این به شما تیک میزنیم که دوباره فعال کنیم که شما بفهمید که ما کدام فعال کردیم کدامش نکردیم. دوستای ببینید ویدیو رو با دقت ببینید که پسان نشه که در کامنت بگین که والا ما نشد تو نشد. خب دوستای تایید میزنیم و بعد برنامه دوم باید که نصب از طریق یو اس بی دوستای این رو باید چکنین فعال کنین. این هم میزنیم که فعال شود و این هم فعال است و سه گزینه ما باید فعال کنیم. اشکال زدایی بیسیم. دوستای باید در اینجا در یک وای فای متصل باشیم. ما باید در وای فای متصل باشیم. در وای فای خانه فرق نمیکنه دوست چه خانواده چیزی باشه. ما در وای فای خانه فعلا متصل هستیم. میزنیم پس میریم در برنامه شیزوکو و اشکال زدی بیسیم دوستای میریم اینجا فعال میکنیم و در پایینش که همچنان میبینین نوشته است که جفتسازی دستگاه با کد جفتسازی. دوستای در اینجا که میبینین این کد برای ما داده و این کدش شما باید دو بالا بزنید. این بالا دو بالا به شما میگه که اینجا بین این کد بزنید. دوستای ما این کد میزنیم. کد ما دوستای فرق میکنه، شاید از شما دیگه چیز باشه و همچنان ما این کد میزنیم باش میرسیم چی بود 81. دوستای عزیز، ما این میزنم و فعال میکنم. بازم میگم دوستای عزیز این کدی که من میگم فرق میکنه. دوستای عزیز به شما یک کد جداگانه میدم. خب دوستای عزیز، ما که اینا که فعال کردیم ما دیگه اینجا کاری نداریم. میم دوستای عزیز بیرون میم و میم هنوزم که نوشته است که در حال اجرا نباشد. ما دکمه استارت میزنیم. دوستای عزیز دکمه استارت میزنیم و همچنین نوشته ای که آمد بفهمید که یعنی شما کار به خوبی پیش بردین، یعنی تا اینجا خیلی خوب پیش اومدین. خب دوستای عزیز میبریم و دست تعلیماتش میزنیم خط دوم این رو میزنیم و 90 fps میزنیم اینجا فعال میکنیم. اینجا دوستای عزیز 90 fps که فعال کردین و ما دیگه اینجا کار نداریم. میریم طرف 90 fps میزنیم که باز شود. خب دوستای عزیز اینجا اجازه دادن میزنیم و دکمه اولی و ما اینجا سه گزینه برای ما باید میشه که 60 fps 90 fps و 120 fps. ما دینا کار نداریم چون که ما fps فعال نمیکنیم. حال دوستا شما باید که آیپد ویو فعال کنین یکش انتخاب میکنین از سه تا و اینجا ما تصمیم کار ببخشید دوستای عزیز میروس میکنیم
و این رو که زنین در پایین شاشه میشه آیپد ویو رو اوش تیک میزنین و دکمه آن میزنین دوستای عزیز و در اینجا میه که اینجا شما همچین چیزی میه و دوباره میم دکمه آن میزنیم و ما باید که یک تیک 90 fps باید فال کنیم دوستای میم دسته 90 fps تیکش فال میکنیم و بعد از اینکه تیکش فال کنیم میم بیرون از اینجا و دوباره دکمه آن بزنیم و اوکی و همچین چیزی بر شما میاد دوستای عزیز و دوستای عزیز این یک چیز که آمد بفهمید که آیپد ویو شما فال شده است به خوبی و ببینید ما اینو که کوچک بزرگ میکنم صفحه ما کوچک بزرگ میشه. خب دوستای عزیز این بود از آموزش شما. خدا کنه که خوش شما آمده باشه و یادتان نره که حتما چینل ما را سابسکرایب کنین و لایک کنین دوستای عزیز. ما ویدیوهای بیشتری هم میمونم و خدا حافظتان تا ویدیوی بعدی دوستای عزیز. Marked a location.